فکر کن ببین چی میخوایی تعریف کنی. ولی من همون چیزی که توی ذهنم امیدوارم همونو بگی. چی میخوایی بگی نمیدونم. اولا اون موقع ما مثل الان بهداشت، الان خانما برای طول بارداریشون هر چند وقت یه بار میفرستن سونا، ولی ما اون موقع اینطوری نبودیم. فقط میرفتیم بهداشتی که میشدیم نوار قلب بچه را میگرفتون و خلاصه یه سری دارو و همین میمدیم. من 4 بچه که داشتم، بقولم باردار شدم رو 4 اصلا نمیدونستم کدوم پسر کدوم دختره تا روزی که به دنیا اومدن. بعد روی تو که باردار بودم تو زمستون دیما که به دنیا اومدی، خونمون با هنر چیز بود، با هنر عواز بودیم. بعد اون موقع هم خیابوناش گلی بودن، اسفالت نبودن. خلاصه زمستون بود، خیلی خوب بود. بعد دیگه روزی که درد زایمون داشتم دیگه، بابا ساعت تقریبا از صبح من درد داشتم، ولی شب دیگه ساعت تقریبا 9:30 بود که بابات میخواست بره سر کار. دیگه شهرامم پیش بابا بزرگش بود. میخواستم شهرام نفهمه که من میخوام برم بیمارستان که تازه ناراحت بشه و اذیت بشه. مثل آواشایتون بود دیگه خلاصه هیچ. دیگه بابا داشت میرفت سر کار، بهش گفتم که آقای فرادی من درد زایمون دارم، میشه امشب نری سر کار؟ گفت پس چرا زودتر بهم نگفتی؟ گفتم خود دیگه بابات برگشت خونه. دیگه من بابا بزرگت خدا بیامرز ازش پرسید پس چرا نمیری سر کار؟ بابا گفت خانم درد زایمون داره. گفت گفت والا دیگه همین شهرام فهمید. گفت بابایی میخوایم بریم بیمارستان؟ منم میام با تو. گفت مامان جان راه دوره، بیمارستان دوره، توی بارون بابات منو میبره، تو رو چه کار کنه؟ گفت نه منم میام. یه خلاصه من دراز کشیدم، جا انداختم، دراز کشیدم، گفتم بخوابیم. حالا رفتیم تو براش قصه گفتن، تو حال قصه گفتن درد زایمون میگیره منو، درد زایمون میگیره. الان بابا بزرگش و باباش هم نشستمون داشتن تلویزیون، یه دفعه جیغ میزنم زیر پتو. بعد بابا بزرگت میگه بابا بعد چرا نمیبریش بیمارستان؟ گفت خودش به من نمیگه آقا، توی وضعیت خلاصه آقا دست پاچه میشه میره. اون موقع خواهم با هنر خودی گفتم خیابون گلی بود و بیچاره رفت تا سر خیابون، یه ماشینی گیر کرد، یه گیر آورد و اومد در خونه. نیمدم در خونه، خدا شاهده. خیابونا بدجوری گلی بودن، بارون بود. خلاصه دیگه من با او درد زایمون ناراحت دست منو گرفت تو ماشین. خب دیگه بعد دیگه تو راه هم خیلی اذیت شدم، چون دور رفتم بیمارستان، هی دل به شهرام نمیذاشتم. مثلا گفتم بذار بخوابه بعد بریم، ولی دیدم نه دیگه فایده نداشت. دیگه خلاصه رفتیم تا رسیدم بیمارستان. در بیمارستان فوراً بردنم اتاق زایمان. دیگه به دنیا اومدی زود. سزارین یا طبیعی؟ نه طبیعی. دیگه دردام کشیده بودم از صبح زود، من درد میکشیدم ولی هیچ کس نمیدونست. دیگه خلاصه خیلی خوب بود دیگه خلاصه. ولی خب بعد دیگه بابات رفت عمه میترا رو آورده، عمه میترا اومده بود دیگه پیشمون. دیگه بعد فردا صبحش دوباره، شبش که من بیمارستان بستری بودم، دیگه صبحش که بابات اومد بردم خونه، خدای اینقدر سفید بودی، ظریف مریف بودی، خوشگل بودی. دیگه خلاصه دیگه اومدیم خونه. بعد دیگه بابات
با بزرگ خدا بیامرز رفت دنبال ننت، نمیدونم ای خدا زنگ زدن بهش، به ننت خدا بیامرز زنگ زدن، اون موقع هم خونشون رامرمز بود دیگه. اومد ننت تا بعد از ظهر اومد پیشم. نوبس. آره دیگه اومد حدود یه 10-12 روزی هم ننت پیشم بود. خیلی خوب بود. یه 2 هفته ننت پیشم بود دیگه. منم خوب بود دیگه. یکم خودم دیگه زایمون طبیعی خیلی خوبه دیگه. فردا پس فرداش پا شدم سر پا دیگه. خلاصه این بود که تو نمیدونم ای خدا دقیق فکر کنم 3 سال 2 سال و نیم 3 سال. من اون چیزایی که انتظار دارم و دوست دارم تعریف کنیم. ما مستاجر بودیم 20 متری شهرداری بهش میگن. اونجا پیش خانواده بودم، خیلی خانواده محترم خوبی هم بودن اونجا. ما طبقه پایین می نشستیم، اون صاحبخونه طبقه بالا. بعد خلاصه من مشغول کار کردم بودم. مثلا خودی با بزرگت خدا بیامرز بود، تقریبا 4-5 نفر بودیم. من مرتب باعثی دنبال کار خونه بودم دیگه، باعثی میرفتم خرید میکردم. یه بار حواسم نبود، عباسی من در باز میکردم. اون موقع آیفون نبود دیگه. بپرسم مامی، بگو. من شیطون بودم یا نه؟ تو بچه بودی، خوب بودی. نه شیطون اصلا نبودی، اتفاقا اصلا شیطون نبودی دیگه. خلاصه بعضی موقع زیاد مهمان میمد بالا، اومده رفت زیاد بود، من در میذاشتم رو هم. یه بار دیدم که تو نیستت دیگه. خلاصه خیلی گشتیم اینقدر تو خیابونو، اون ور این ور، اینقدی با بزرگت خدا بیامرز گریه میکرد برات. خودم همینطور، خدایایی بچه چی شد، کجا رفت، چی شد دیگه. خلاصه تا فکر کنم یه 2-3 ساعتی و یه 2-3 ساعتی بعد یکی از همسایه ها تو بازار دیده بودت، مثل که میشناختت دیگه. دستت گرفت و آورد دم در، گفت من دیدم این بچه چند بار با شما. خلاصه که دیگه اون موقع آورده دیگه. خلاصه همینطور دیگه. من به خودم ولی بیرام میگفتم دیگه همون در باز کنم، ای برم بیام بهتره. خلاصه تا که دیگه ما از اونجا نموندیم زیاد، یه 3-4 ماهی بود دیگه. بعد بابا خودش رفته بود تهران دنبال وامش، اومدیم و خونه خریدیم دیگه. رفتیم از اونجا رفتیم تا که عروسی دوی علی بود. که بچه ها دوی اینا اومده بودن عروسی دوی علی دیگه. من بازم مشغول غذا درست کردن و آشپزخونه و این چیزا بودم. بعد تو با بچه ها دوید رفتین بازار چیز بخری، نمی‌پفک مسعود و زینب و افسانه و شهرام و این چیزا دیگه. آره رفتین، تو از همه کوچیک‌تر بودی، رفتین خرید کردین. خلاصه بعد که اون برگشتن بچه ها، تو نبودی باشون. بازم گفتم بابا بچه کجا رفتین؟ گفت رفتیم تا همین پایین. خب دوباره بچه ها رفتن اومدن. همین اهواز بود یا ماشین؟ آسیاباد بود دیگه. هرچی رفتن اومدیم دیدیم نه هیچ خبری ازت نیست دیگه. خلاصه خیلی دویدین و همه تو این چیز هم ناراحت بودن و فلان دیگه. اونا نهار خوردن رفتن دیگه. من رفتم تا بگم ترمینال با مامان رهنا، یادش بخیر، اون بره بگم نشستین سر نمه دل غذاتونم خوردین؟ نه اونا خوردن، اونا میخواستن برن، ناراحتم بودن برا من. گفت بریم لاغن دست و پاش سبک بشه که لاغن بهتر بخواد دیگه. گشتیم اینقدر رفتیم
اونور حتی کلانتری رفتیم، اونوری رفتیم، خلاصه تا هیچ دیگه نمیدونم، همینطور نمیدونم، داشتم فقط میگشتم، فقط از ترمینال رفتم اونور رفتیم دیدیم تا نمیدونم ده کجا بودم من. حتی رفتم خونه عمم خدا بیامرز، برای عمم خدا بیامرز صحبتی گفت بچه را ول کردی، بچه بی زبون، بچه الان چجوری بلده. یعنی خدا فقط کمک تو کرد. بعد تا عصری ساعت 3:30 4 بود، نمیدونم من دنبالت داشتم، هی میگشتم تو او پارک تو ای پارک. مگه من با افسانه و زینب و شهرام اینا نبودم؟ شهرام حواسش کجا بود پس؟ دیگه اونم بچه بود، یه نمیدونم درست حواسم نیست که چیا بودیم که با هم رفتیم. فقط میدونم مسعود، زینب، خب اونم خب خیابونان بلد نبودن، به جای که ایسان برفتن سمت مسیرآباد رفتن به اون سمت که مغازه خیلی پایین بود. بعد یه پارک محلی بود اونجا، رفتن اونجا، همتون رفتین بازی کردین، بعد دیگه اونا ول کردن اومدن دیگه، مثلا نگفتن بیان مثلا دستتو بگیرن بیا بریم. یادمه قشنگ این لحظه رو یادمه، تو پارک، یه پارک بود که رفته بودم خودم، تنها سور گرما هم بود، رفتم اونجا داشتم با سرسره، ببین سرسرش داغ بود، یعنی تابستونم بود، یادمه قشنگ درسته تابستون بود. نه تابستون نبود، 12 13 فروردین بود، چون دایید 11 خیلی گرم بود، فروردین ازدواج کردم. خیلی گرم بود. آره. من یادمه که تو پارک بودم داشتم با سرسره بازی میکردم، بچه قدم بی خیال بازی میکردم، نه ترسی نه دلهوره، هیچی اصلا. چون بچه بودی. بعد خلاصه دیدم نمیدونم کجا بودم، همینطور تو خیابونا فقط میگشتم، اصلا نمیتونستم رو زمین بیستم دیگه، هی میگشتم. بعد دیگه نمیدونم اومدم چیکار کنم خونه دیگه، گفت ما همین مامارنا بودیم، گفت اومد شیدا اومد. گفتم کجا بود؟ گفت همون نزدیک پارک، یه خانواده دیدنش داشت هی تو پارک گریه میکرد، خودش تنها هی گریه میکرد. گفتم خونتون کجای؟ بلد نبود. گفت بردنش خونه، آب بهش دادن، غذا بهش دادن، پیششون خوابید. بعد که دیگه خسته‌اش در رفت دیگه، مامانه دستش گرفت، خیر ببینی انشالله خوش بچه‌هاش، با بچه‌هاش، اونم مثل که 2 تا بچه کوچیک داره. خانم عرب زبانم بود. آره. بعد آوردش دیگه همون خیابون، دستت گرفت با بچه ها خودش آوردت، همینطوری میگفت این خونتونه و خونتونه، تا اومدی بلد بودی دیگه، آوردشون تا در خونه دیگه، گذاشتن تو رفتن. آره دیگه هی دعا میکردم براشون، یعنی نمیدونی خیلی. خب مامان بعد اینکه پیدا میکردی کتکم میزدی، یادمه اینو. نمیدونم دیگه، آره خودی که بچه باید حواسش جمع باشه، بالاخره با کسی میره بیرون باید با همون کس هم برگرد، بیره خود تو بازی گوش بود. یه بار هم یادمه دایم اومده بود خونمون، میخواست، این دایم خیلی مهربون بود، بعد هر سری بهم پول میداد هر موقع میومد خونه، درسته؟ آره. بعد یه بار بهم پول داد، اون موقع سکه 10 ریال خیلی زیاد بود، بهم پول داد، گفتم میخوام برم بیرون، فکر کنم این سری هم که بهم پول داد گم شدم دوباره، نه؟ آره هم دایید اومده بود خونه، بعد گشنش بود دیگه عزیزم، تا من رفتم دور غذا آماده کردم بکنم براش بیارم، خیلی مهربون بود بابا سید، خدا بیامرز، هم خودش هم فوت شد. بعد دیگه خلاصه هی بوسیده، بعد مثل که نمیدونم الان یا خودش پول بداد یا تو بهش گفتی پول ازش گرفته بودی دیگه، همین زدی بیرون، دوباره زدی بیرون از خونه، رفتی دنباله چون سراغ مغازه. اینجا یادمه مامانم خیلی بهش گفتی که بهش پول نده، الان بره بیرون دوباره گم میشه، اینو یادمه. آره خیلی باش بحث کرد، گفت بهش پول نده، ولی به بچه پول نده، عادت میکنه فلان دیگه، خلاصه خود دیگه بداد دیگه، من به قولم بازم دور آشپزخونه و فلان. بعد دوباره اومدیم دیدیم نه نیسته، دوباره نیسته،
دوباره همون دوید بیچاره غذا تو شکمش جلوش نرفت پایین، دوباره بلند شد او بگرد و من بگرد ماما رنا بگرد، دوباره هر چی میگشتیم هیچ خبری ازت نبود دیگه. بعد خلاصه دیگه رفتیم کلانتری و هم گفتن نه هیچی. بعد دوباره ماما رنا خیر ببینه زنگ زده بود کلانتری، گفته بچه‌مون گم شده، بچه همسایمون دختری اینه. همون بچه ها کلانتری گفت آها شیدا فرادی آره پیش ماه. ببین دیگه چقدر معروفه بود، هم میشناختم شیدا بعد فرادی. گفت تو خیابون بود، ما هم گشته تو خیابون بودیم دیدیمش تنهاییه دیگه سوارش کردیم آوردیمش دیگه. حالا یه جایشو من بگم آقا، یادمه مامانم الان داره اینو که قبلش با پاترول داخل محله داشتیم تاب میخوردیم، مثلا معلوم بشه که من خونم و کجاست ولی من نمیشناختم. بعد یه های دوتا پسر بودن که سرباز بودن تو پاترول نشسته بودن اونجا دیگه گشنشون شده بود، خیلی راحت به من تعارف کردن غذا چی میخوری دختر کوچولو که واسه تو هم بگیریم. منم سر نم دل راحت گفتم همبرگر میخوام. همبرگر گفت باشه همبرگر واسه در کل من خیلی با سربازای اونجا مثل دوست صمیمی کلا خوش گذرونی. همبرگر رو خوردم و بقیه‌شو بگو مامان. بعد یه خلاصه دیگه خودم و ماما رنا یادش بخیر رفتیم بقولن از اونجا آوردمت اومدیم خونه. ماما رنا زن همسایمون. آره خلاصه دیگه آوردیمت خونه دیگه. ولی خب خیلی واقعا اذیت می شدم واقعا، خیلی استرس میگرفتی نه؟ اگه تجربهشون ندارم. یعنی اون موقع واقعا مردم خوب بودن، اون موقع خیلی خوب. اگه الان این زمونه بود خدا میدونه میبردن چه بلایی سردم. خیلی آره دور زمانه بدی شده اصلا. دختر همین با اسنپ هم میریم بیرون 1000 تا خطر هست. ولی خب مامانم چیز خوبی گفت، اگه زمان گذشته بود که من گم میشدم مردم خیلی خوب بودن، خدای دلشون پاک بود، نیت بدی نداشتن میدونی، تازه کمک میکردن که من خانواده‌مو پیدا کنم. ولی اگه داخل دور زمان کسی گم بشه نمیدونم چه اتفاقی بیفته دیگه. آره دیگه همین بود ویدیو. خب. نمیدونم دوست داشتی دوست نداشتی. خدا ولی حافظ حالا شما. صبر کن هنوز کاری نخواد. سوالی که میخواستم سورپرایزی از مامانم بپرسم اینه که مامان تو چجوری با بابای آشنا شدی؟ این سوال فالوورا بود، گفتم اگه دوست داشتی میتونی جواب بدی در حد حالا. من و بابات فامیل بودیم، غریبه که نبودیم. خواهر بابات که خواهر شوهر منه زن داداش منه. بعد دوباره مادر بابات که مادر شوهرم خدا بیامرزه دختر دایی با بزرگت میشد. مادر شوهرم دختر دایی بابام میشد. بعد دیگه خود دیگه ما همه طور هم فامیل بودیم، هم دخترشون زن برادر من انتخاب کرد برای برادرش دیگه. همین اینا جواب آشنایی. چقدر راحت دوست داده، ما فکر کردیم خیلی عاشقانه است. ازدواج سنتی بود دیگه. همین بود دیگه ماما، درسته؟ آره اوکی. حرفا زیاده خود دیگه نمیشه آدم همه چی رو بگه آدم دیگه. مطمئن این چیزی رو جای ننداختی. نه دیگه خود دیگه به قول گفتن دیگه. خب خواهرها امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشید. گفتم که مامانم رو بیارم توی ویدیو کنارمون باشه. همین بود دیگه، ولی سعی میکنم توی ویدیوهای بعدی بازم مامانم رو بیارم. امیدوارم از این ویدیو هم خیلی خوشتون اومده باشه. همین بود میخواستم که براتون داستان تعریف کنم. خیلی خیلی دوستتون دارم خواهرها. خدا